ما در ناحیه 21 شهر کابل در خارج از شهر کابل در واقع قرار داریم و دیشب این منطقه شاهد حملات هوایی پاکستان بود و اینجا همونطور که شما میبینید وسایل خانه است و چند خانه در اینجا قرار داشت که همه ویران شده و حتی تقریبا 2 کیلومتر دورتر از اینجا ما بسیاری از مغازه ها، رستوران ها، هتل ها را دیدیم که شیشه هایشان همشان شکسته بودن. با یک تعداد از مردم محل صحبت کردیم که میگن خانه هایشان همه تخریب شده، شیشه هایش شکسته. همه اینجا جمع هستن و اینا واقعا احساساتشان جریحه دار شده و همگیشان پیشتر نعره تکبیر سر داده بودن و شعارهای بر ضد امریکا و پاکستان سر دادن و همه اینجا به این فکر هستند که چطور امکان داره که یک خانه رهایشی افراد غیر نظامی در چنین جای هدف قرار میگیره و 4 نفر از یک خانه کشته میشه و همچنین در خانه پهلوی از اونا که فقط امو 4 دیواری باقی مانده و شیشه ها و کلکینه ها همه چیز شکسته، در او خانه 6 نفر زخمی شدن. ما تفلک‌ها را دیدیم که بنداج در سرشان بسته بود و زخمی شده بودند. مردم همه حیران هستند که چون این حادثه چگونه میتونه اتفاق بیفته. ما پیشتر با افرادی که صحبت کردیم همگی میگفتن که باید جلو چون این حملات گرفته شود و به خصوص در ماه رمضان نیمه شب که همگی در خواب بودن یا حادثه روی داده. در شبکه اجتماعی اکس ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم این حملات تقبیح کرده و گفته که بی جواب نخواهد ماند. محجوبه نوروزی، BBC کابل.